ما انسان‌ها در زندگی همواره با سختی‌ها، مشکلات و مصائب روبرو هستیم و هیچ کس از این آزمون و امتحان‌ها در امان نیست. اما باید این را خوب بدانیم که هر رنج و سختی مصیبت واقعی محسوب نمی‌شود. گاه آنچه را که ما مصیبت فکر می‌کنیم در حقیقت وسیله برای بیداری، اصلاح و بازگشت انسان به سوی خداوند است. و گاه مصیبتی که کمتر به آن توجه می‌کنیم در حقیقت ضرری است که به ایمان، تقوا و بندگی انسان وارد میشه. از این را باید بدانیم که اصل مصیبت و مصیبت مضر آن است که متوجه دین شود، یعنی به دین انسان ضرر برساند. یعنی انسان در برابر اوامر الهی بی‌پروا شد و از یاد خداوند غافل گشت، در طاعت و عبادت کمی آمد، در برابر حلال و حرام بی‌پروا شد و این اصل مصیبت است که زندگی ابدی و همیشگی انسان را به خطر مواجه می سازد و همیشه باید از مصیبت دینی به الله سبحانه و تعالی پناه ببریم و از او عفو و مغفرت بخواهیم. اما مصیبت های غیر دینی در حقیقت مصیبت نیستند، مانند فقر، مریضی، مشکلات دنیوی، اینها در حقیقت اخطار و هشدار محبت آمیز الهی محسوب میشه. و همانطوری که گوسفندان وارد مزرعه کسی شود و چوپان آنها را از یک خطر بزرگ نجات داده باشد، به طرف آنها سنگ پرتاب میکند و گوسفندان حس میکند که به آنها اخطار و هشداری داده شده و پس با رضایت برمیگردند. یا مادر مهربان را مد نظر بگیریم، زمانی که طفلش به طرف آتش دستش را دراز میکند، مادر او را تنبیه میکند و به دستش میزند. یعنی زدن مادر به این معنی نیست که به طفلش اذیت و آزار رسانده باشد، بلکه مادر میخواهد که طفلش را با آغوش رحمت و شفقتش بگیرد. و عین شکل مصیبت ها و مشکلات دنیوی یک نوع اخطار و هشدار و التفات ربانی به حق ما هست و همون مسیر نادرست که ما روان هستیم، از این مسیر نادرستمان به طرف درگاه الهی و به آغوش رحمت الهی بر بگردیم.